قاعده 68 حقوق اسماء الله الحسنى را بدانیم. حقوق اسماء و صفات چی هست؟ مثلا یک مسلمان، تو مسلمان هستی، بله، حق اسماء و صفات سر تو چی هست؟ الله 99 نامش گفته، همین 99 نامی که در کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله ثابت است، بالای ما تو چی حق داره؟ حق داره یا نداره؟ بله حق داره، حق الله هست. پس این حقوق باید بفهمی که اول حقش است که این نام ها را به شکل توقیفی بفهمی. حق نام هست، با کتاب الله رجوع کو، به سنت رسول الله رجوع کو، این نام ها را از قرآن و سنت بکش و این را بفهم. از دل خود عاشق و معشوق و خمار و مچم چطورکایی و پای را که استعمال میکنن یارا ترک کن. این حق اسماء الله است. حق دومش چی است؟ بسیاری کسا حق شاعر را میفهمه، حق الله را نمیفهمه. اگر بگو یک شاعر اینجا اشتباه کرده، میگه اوه شما حق الله را شکستن. حق دوم حفظ کردن اسماء و صفات است. انسان مسلمان باید این اسما را حفظ داشته باشه. چرا حفظ داشته باشه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله گفته که اگر کسی آن را حفظ نماید وارد بهشت میشه. منظور از حفظش که این نام ها را بفهمی و به او عمل بکنی. حق سومش است دانستن معانی اسماء الله هست که باید معنایش بفهمی. همین نام الله چی معنا میده؟ از این خاطر حق چهارمش است زندگی کردن مطابق اسماء الله الحسنى. یک کسی آمد پیش یک استاد، برش گفت استاد امی یک درس برای من از اسلام بده که امی رو عمل کنم، برای من کافی و شافی باشه. یک درس بده، یک درس. وقت هم ندارم که زیاد درس بده، یک جمله برام بگو نصیحت. او برش گفت که اگر میخوایی مسلمان حقیقی باشی مطابق نامهای الله زندگی کن. فهمیدی یعنی؟ مطابق نامهای الله چه قسم زندگی کن؟ یک نامش هم براتون میگم. یکی از نامهای الله هست الرقیب. اگر تو بتانی مطابق از این نام زندگی کنی، در خانه، در اتاق، به تنهایی، در هر حال میفهمی مراقب تو کی است؟ الله است. اینا که باز در اتاق تنها موندی و موبایلک دست خودت هستی و دروازه رو بسته کردی و 300 روپیه اینترنت تام چالان است، باز فیلمای خراب سیل کردن میتونی؟ اگر تو مطابق صفت الرقیب الله زندگی کنی. وقت ما و شما گناه میکنیم که مراقبت الهی را چی کنیم؟ فراموش کنیم. از این خاطر شیطان ما و شما را فراموش میده. از یک تفلک خرد میترسی، از الله نمیترسی. بیادرک خردت خوار خردت اگر در اتاق باشه و فیلم سیل نمیکنی. سیل میکنی؟ نه. او را از اتاقت میکشی. باز او را کشیدی، باز از کرام الکاتبین نمیشرمی. از یا خود نشرمیدیم، از ذات خالق متعال ذوالجلال که ما را در تو حالت میبینه. این یکی از حقوق اسماء الله یعنی هست که انسان مسلمان مطابق از چی کنه؟ زندگی کنه. یکیش من براتون گفتم. این حالا اگه تو مطابق 99 زندگی کنی واقعا تو انسان مؤمن واقعی هستی. حق پنجمیش است دعا کردن، توسل کردن با اسماء الله الحسنى. بسیاری کسا دیگه توسل ها رو یاد دارن. به قبر توسل کو، به مرده توسل کو، به دولکی بابا توسل کو، به اشپش ملنگ بابا توسل کو، به هر کس توسل میکنن. اما با خالق متعال توسل هیچ یاد نداره اصلا. اصلا پرسانش کنی الرقیب چی مانه؟ نمیفهمه. المجیب نمیفهمه. عالم الغیب اینا چی است؟ یکی از حقوق اسماء الله است که دعا به نام الله بکنی برای هر مشکل. مثلا گناه کردی میگی یا الله تو ذات رحمان هستی و رحیم هستی و غفور هستی و غفار هستی و تواب هستی، برای مغفرت گناهگار هستی. پس دعا کردی به نامهای الله توسل جستی، رحمان، رحیم، غفور، غفار، تواب. این حال بسیاری کسی 5 صفت الله را در واده توبه فراموش کرده، باز میخیزه میره یا الله
به نام فلانی، به خاطر فلانی. در حال پیغمبر صلی الله علیه و سلم، پیش از پیغمبر هم یک لگو 20 چند هزار پیغمبر تیر شدن. پیغمبر هم نگفته که یا الله به نام آدم علیه السلام سر ما رحم کن، یا الله به نام ابراهیم علیه السلام، یا الله به حق ابراهیم علیه السلام. هیچ نگفته، هیچ نگفته. اینا دعا عبادت است و عبادت باید به طریقی کی باشه؟ رسول الله صلی الله علیه و در هیچ حدیث رسول الله صلی الله علیه و شما پیدا نمیکنید که رسول الله صلی الله علیه و به غیر از اسماء الله به حق فلان شخص، به حق فلان شخص، به نام فلان شخص چی کرده باشه؟ توسل کرده نیست. هیچ بپالین صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح فلان برین، اگر بود معول نیست. و دعا را به رسول الله صلی الله علیه و چی است؟ عبادت است. توسل چی است؟ عبادت است. عبادت باید به طریقی کی باشه؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینا بعضی کساس نمیفهمند و بعضی کساست که نمیفهمه و نمیخواهد که بفهمه. کتازی چی گری؟ یکی خود نمیفهمه، باز میگه که صاحب من نمیفهمم، میره برای من یاد بده. یگان تا باز هست نمیفهمه، باز نمیخواه که بفهمه. باز یک تا دیگه چی میکنه؟ باز اون میخواه که امون نافهمی خود سر تو تحمیل کنه. یگان تا برای ما زنگ میزنه استاد والا فلانی مسئله اینطور است، باز امی حکمش چطور است؟ من میگم خب اینطور است. استاد اگه این تو کدام؟ باز میگم تو خدمت تایید میگیری. یگان تو مثلا زنگ استاد همین گروی چطور است؟ من والا همین گروی کسی خود کل قرض اینجا را نفن فهو الربا، همین گروی خود سود است. من تو پوست کنده میگم من خب به نظر من که یاد گرفتم همه قدر خود سود است. اگه از ماست پرسان میگه نه صاحب اگه باز مثلا خانه 10,000 است، باز یک 2,000 کرا بتیش، باز من میگم این چال است. این هم قصه بنی اسرائیل از کت مایی. گفت روز شنبه مایی نگی؟ گفت خیر از دند بسته میکنیم نمیگیریم. باز مایای بیچاره خود رفته نمیتونه، دند بند است. باز روز شنبه میریم، یک شنبه میگیریم. این پروردگار امر تو را ما کردیم، ما خود مایی نگرفتیم. حال کدام لوده هست که خانه 20,000 پیگی خوده کرایش 20,000 است، او را بر تو 2,000 کرا میده. این همیل ما استاد شما هستم، بسیاری نفر که خانه کرایی ضرورت داشتیم یا برش گفتیم چرا زده گفتیم کرای خانه تان صاحب 22,000 است. این ما استادم هستم، این دوستم هم آها صاحب بسیار دوست دارم، بسیار احترام دارم فلان چیز. گفتیم خیر میره چند؟ گفت 500 به خاطر رید. اگه بسیار جوانی کرده 1,000. این چطور از 20,000 کرا میره 2,000 نشته میکنه برای تو در کاغذ؟ پس 18,000 به خاطر از این افهم میکنه که تو را قرض دادی 3 لک 4 لک 5 لک. کل قرض جرا نفعا، هر قرضی که منجر به چی میشه؟ منفعت میشه. آلی 5 لک قرض که برای او دادی تو ماه 18,000 فایده گرفتی نگرفتی؟ همین 18,000 که از او گرفتی چی شد؟ فهو الربا. باز یکم تو میگه خال استاد خاله میگه که آدم گرفت باز او از پیسه ما تو استفاده میکنه، باز من از او بگم آلو برادر انما البیع اما آیت چطور است؟ احل الله البیع و حرم الربا. مردم گفتن که سود خود مثل خرید و فروش وارست، لیکن الله چی که؟ بیع حلال است، سود حرام است. خب پس یکی از حقوق اسماء الله حق پنجمش چی بود؟ دعا کردن و توسل کردن با چی؟ با اسماء الله الحسنا. و حق ششمش است در هر مشکل مطابق همان ضرورت نام از نامهای الله را دعا کنیم. مثلا در وقتی که چی میگن؟ علامه ابن قیم رحمه الله میگن الله را با نامی که مناسب محتوای دعاست بخوانین. فهمید یعنی؟ این حال وقتی که میگه دعای رسول الله صلی الله علیه و آله ببینه همیشه مطابق اونمو محتوا یکی از نامهای الله را الله رحمت فرستاده و مو دعا میکردن. خب حق هفتمش چی است؟ حق هفتم اسماء الله الحسنا است که حق رساندن نامهای الله به دیگران. پس یک انسان مسلمان باید نامهای الله را به دیگران برسانه. برش شما وقت پیدا کردین 99 نام است.
روز کتمه یک خطیب مسجد صاحب بود، گفتم اگه تو خوب آدم هستی در 99 خطبت 99 نام الله را چی کن بر مردم برسان. حالا مردم الله را نمیشناسه، وقتی که الله را نشناخت به غیر الله پیش میشه. در یک صنف من رفتم گفتم یکی از شخصیت ها را برش گفتم کی میتونه فلانی شخص گپ بزنه؟ 20 نفر دست بالا کرد. درباره فلانی شخصیت دینی کی میتونه؟ ما میتونیم. درباره فلانی شخصیت سیاسی ما میتونیم. باز که بگی کی میتونه یک صفت از صفات الله را برای ما تشریح کنه؟ نیستم. این ما شما کل شخصیت ها را میشناسیم، شخصیت های سیاسی را میشناسیم، سال تولدشان را حفظ میکنیم، میش حفظ میکنیم، اما الله را نمیشناسیم، صفات الله را نمیشناسیم. با چه قسم عمل بکنیم؟ پس یکی از حقوق اسماء الله الحسنا چی است؟